سلام دوستان، بیاین با هم این کره بادام زمینی دو رنگ یا کره بادام زمینی شکلاتی و ساده رو آماده کنیم. برای تهیه اون نیاز به بادام زمینی داریم که من از نوع تفت داده اون یا بوداده اون و یا شور اون استفاده می کنم. البته من خودم دوباره اینا رو حدود 5 دقیقه تو فر داغ گذاشتم، فر که از قبل روشن کرده بودم. یه مقداری راحت تر پوستش جدا میشه. میتونین به جای فر از تابه استفاده کنین و دوباره حدود 5-6 دقیقه اونا رو تفت بدین. همینجور که میبینین باید پوست اونو جدا کنین که یک کره بادام زمینی صاف و خوب داشته باشین. باز یه راه بهتر هم هست که شما بتونین راحت تر بادام زمینی رو از پوستش جدا کنین و اون هم اینه که اونو توی سبدی بریزین که دونه های بادام زمینی از اون خارج نشه، اما پوست بادام زمینی به راحتی ازش خارج بشه، مثل این سبدی که میبینین و کاری که من انجام میدم. ببینین به همین راحتی پوستای بادام زمینی گرفته میشه. برای اینکه راحت تر پوستشون در بیاد بهتر اونا رو با 2 دست کفمال کنین به همین شکلی که میبینین. در ضمن بگم من قبلا یه بار دیگه کره بادام زمینی رو آموزش دادم و لینک اونو براتون این بالا میذارم. ببینین چه همه پوست چه راحت خارج میشه. بادام زمینی پوست گرفته رو تو غذاساز میریزم. از هر وسیله‌ای میتونین برای اینکه کره بادام زمینی رو درست کنین استفاده کنین. خردکن، غذاساز، همین بعضیا به این میگن 1 2 3 یا مولونکس و مخلوط کن. هر دستگاهی که بتونین اینا رو به شکل یک کرم در بیارین. فقط مواظب موتور دستگاهتون باشین. چند بار نگاه میکنم ببینم آیا صاف و یک دست شده یا نه. هنوز یه مقداری دندونه توش. دوباره من موقع ادیت سرعت ویدیو رو زیاد کردم، برای همین صدای دستگاه به این شکل میاد. یه مقداری امتحان میکنم صاف و یک دست شده. حالا میتونم اونو توی ظرف بریزم. برای اینکه کره بادام زمینی شکلاتی یا کاکائویی هم داشته باشیم یه مقدار کاکائو روی کرم میریزم. مقدارش بسته به نظر و ذائقه خودتونه و یه مقداری دوباره میکسش میکنم. هنوز خوب و کامل نشده. یه بار دیگه
الان دیگه کره بادوم زمینی شکلاتیمونم آماده است. اونم توی ظرف جدا میریزم. من میخوام یه مقدار کره بادوم زمینی سادمون بیشتر باشه. به خاطر همین یه مقدار دیگه بادوم توی دستگاه میریزم و اونو به شکل کرم در میارم. حالا هر دو کرممون آماده است. اونا رو توی قیفای یک بار مصرف میریزم. میتونین همینجور قاشق قاشق هم روی هم توی شیشه ها بریزین و کرم دو رنگ یا کره بادوم زمینی دو رنگ داشته باشین. اما اگر از این قیف ها در دسترستون هست، بهترینه که توی دو تا قیف جدا بریزین دو رنگو و بعد توی شیشه بریزین. من به خاطر اینی که میخوام مقدار کمتری از قیف کاکائویی خارج بشه، حدود 1 سانت از سر اونو قیچی میکنم و به خاطر اینی که میخوام ساده بیشتر خارج بشه 2 سانت از سر قیف قیچی میکنم. همین شکل میبینین قیف شکلاتی کمتر قیچی شده. بعد اونا رو توی قیف سوم باید بذارم. حالا 2 تا قیف رو باید توی قیف سوم بذارم. در ضمن اینو هم بگم که زمانی که من در حین فیلم برداری بودم و کره بادوم زمینی رو داخل شیشه میریختم، برق قطع شده و من متوجه نشدم و این بقیه فیلمو 1 ساعت بعد گرفتم. همینجور که میبینین یک کره بادام زمینی دو رنگ داریم. میتونین اینها رو جدا جدا هم توی شیشه بریزین. دوستان لایک، کامنت و اشتراک لطفاً فراموش نشه. متشکرم. خدا نگهدارتون.